مقامات نوحی دوشتیش بعد تقریبا یک هفته درگیری مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان تفصیلات حادثه را به خبرنگاران شرح دادند. اشورعلی جلیلزاده رئیس نوحی دوشتیش روز 13 ایول در نشست خبری با روزنامه‌نگاران گفت که یک مرزبان کشور قرقیزستان را پس از چند مدتی بازداشت رها کردند. اکسپرتیز از تشخیص گذارانده بعد همش پروتکل سندهای کرده امضا کرده ما نشان دادیم که همون دویم یکم سرحدشان که خیلی متخصصا کرده ما نداریم همین یگان جوش به یگان کس تکور نکرده است یگان چی نکرده است دیده سند کرده که این که باید دولت است که با یگان معاینه شود شروع کرده هر یک پروتکل رو همه اعضایان و متخصصانی که همون وارد وابسته هستند امضا گذاشتن سونی یگان معلوم نشد همین باید که گرفته رفتن. خدمات مرزبانی قرقیزستان نیز رهایی سرحدبانش را به رسانه‌ها تصدیق کرده است و از او پراپورشیک زی عمروف نام برده سیاحتش را قناعت بخش نوشته است. به نوشته بخش قرقیزی رادیوی آزادی جانب تاجیکستان اینچنین 3 اسب خدمتی را با مهمات جنگیش برگردانیده است. در یک تیرپرانی پس از ظهر 8 ایول در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان 2 مرزبان کشور قرقیزستان زخمی شده بود. نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در اعلامیه گفت تیرپرانی پس از آن شروع شد که 4 سرحدبان قرقیزستان با لباس آمیخته ملکی و حربی و سلاح آتشفشانی AK سرحد تاجیکستان را در منطقه راستراوت ناحیه دوشتیش ولایت سوخت غیر قانونی گذاشتند. ولی مقامات قرقیزستان که رسانه‌های قرقیزی نشر کرده است حادثه را حمله ناگهانی به نیروهای دسته مرزبان‌های اسب سوار نامیدند. در اظهارات طرف تاجیکستان گفته می شود نامبردگان مقصد داشتند که از حدود تاجیکستان 9 اسب ساکنان ناحیه دوشتیش را به قلمرو جمهوری قرقیزستان انتقال دهند. اما طرف قرقیزستان در اعلامیه خود میگوید هیئت سواره مرزبانی که در نزدیکی عقبه چشم گیلدان ناحیه لکلک ولایت بادکن وظیفه خود را در دیدبانی خط مرز انجام میداد از طرف مرزبانان تاجیکستان هدف حمله قرار گرفت. مالکیت همون خواجگی دهقانی رسول هستن نظر خواجگی دهقانی نظر اسبای همون آمدن اسب تاجیکستانی تاجیکستان چند سر اسب؟ 9 سر اسب گرفته رفته ایستادگی بودن و 4 سرش گذشته رفته باز برگردن سونی با بعدی که دیگر فهمی شد با رفته گفته گذار کرده مقاماتی که از ولایت آمدن سرحدات آمدن همشون آمدن یارونده دادن است. بنابر اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان سرحدبانان قرقیزستان به امر مرزبانان تاجیک اطاعت نکرده از سلاح آتش کشیدند. در نتیجه تیرپرانی جوابی 2 سرحدبان قرقیز زخمی گردیدند. مقامات قرقیزستان 9 ایول گفتند که در نتیجه تیرپرانی یک روز پیش در مرز با تاجیکستان سرباز 27 ساله این کشور حسن‌الدین خاجیف کشته شده است. بخش قرقیزی رادیو آزادی نوشت طبق اطلاع پیشکی از جانب تاجیکستان نیز کشته شدگان و زخمیان هستند، اما جانب تاجیکستان در این باره تاکنون اطلاع نداده است. ناحیه دوشتیش ولایت سوخت با ناحیه لکلک ولایت بادکن 62 کیلومتر مرز دارد و به گفته مسئولان مقامات محلی فعلا وضعیت در مرز تاجیکستان و قرقیزستان آرام و معتدل است. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 976 کیلومتر مرز دارند، ولی حل نشده ماندن مقام 504 کیلومتر سرحد سالها باز به یکی از مشکل جدی میان 2 همسایه تبدیل شده است. روزهای 28 و 29 اپریل در مرز تاجیکستان و قرقیزستان نزاع سر زد و در آن مناقشه در مرز ولایت سوخت و بادکن از دو طرف بیش از 50 کس کشته و زیاده از 200 نفر مجروح شدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.